سلام برای وایس خوش اومدید. من امروز هستم و از چنل الکتروک میام و این اولین ویدیو من از این چنله که امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. امروز اومدیم توی این ویدیو با هم یه تستر LED با ساده ترین قطعات درست کنیم. زیر 20000 تومان تقریبا بشه، 30 تومان 20 تومان. خیلی ساده و راحت درست کنیم که اگر از این ویدیو خوش اومد حتما لایک و بکنید، سابسکرایب هم بزنید و تو کامنت ها حتما بگید چه ویدیوی دیگه بزنم. خلاصه آره دیگه میدونم بچه‌م زد شاید حمایت نشم، ولی خب من سعیمو میکنم. بزنید بریم واسه آموزش. Let's go. خب بچه وسایل لازم برای ساخت این تستر LED خیلی ساده است. یه 2 سیم قرمز سیاه، دیگه خودتون بستگی داره چه رنگ استفاده کنید. من واسه قرمز سیاه. 2 سیم هم واسه ورودی AC مون. یه دونه خازن پلیوستر 400 ولت یا 400 الی 600 ولت نیاز داریم. یه دونه خازن معمولی، خازن DC 400 ولت 22 میکروفاراد نیاز داریم. میکروفاراد 400 ولت 22 میکروفاراد 22 میکروفاراد نیاز داریم، فرق نمیکنه زیاد. یه پل دیود KBL 410 من دارم استفاده میکنم، شما میتونید خودتون درست کنید که من یه ویدیو جدا در مورد میذارم. 2 آمپر باشه بهتره، حالا 1 آمپر هم باشه فرق نمیکنه. یه مقاومت 2 تا مقاومت نیاز داریم. این 2 تا میتونه از 560 کیلو الی 1 و 2 مگا اوم تا 1 مگا اوم تقریبا باشه که من الان دارم از 1 مگا اوم استفاده میکنم که کدرنگش قرمز قهوه‌ای سبز، قرمز قهوه‌ای سبزه و طلایی. قرمز قهوه‌ای سبز طلایی. دوربین فوکوس نمی‌کنه. 2 تا نیاز داریم که من دارم یه دونه از 1 مگا اوم استفاده می‌کنم، یه دونه هم از 1 و 2 مگا اوم. یه دونه مقاومت 470 اوم هم نیاز داریم، ولی من چون که 470 اوم نداشتم من 470 کیلو استفاده کردم. کیلو اوم. شما حتما از اوم استفاده کنید، چون که 470 کیلو استفاده کنید 3-4 ولتی کمتر نشون میده، ممکنه بد بشه. شما از همون 470 اوم استفاده کنید. اگه دارید ندارید هم دیگه مجبوری میتونید برای واسه تست قطعات بذارید برای که ببینید ولتاژشون چنده. مثلا LED 12 ولت تا 7 ولت نشون میده، یا مثلا آره دیگه همه باید. کدرنگ 470 اوم هم زرد بنفش قهوه‌ایه، ولی 470 کیلو زرد بنفش زرده. اینم از اینا دیگه. خب بذارید بریم برای آموزش یا ادامه. خب بچه ما یه خازنمون رو میاریم. این خازنای پلی‌استر سرامیکی منفی مثبت نداره. برمیداریم مقاومت 1 مگا اوم یا 560 کیلو تا 1 مگا اوم رو برمیداریم. اینم منفی مثبت نداره. یه پایه اینو میزنیم به این، یه پایه‌ش رو میزنیم به این به صورت موازی. چی میگم بهش؟ اوکی. خب میریم سراغ لحیم کاریش. پایه رو اول قلمبی میکنیم، بعد مقاومت رو اتصال بدیم. باید دست صندلی رو روز کنم. اینو خیلی داغ میکنه این مقاومت رو. لحیم کاری خیلی زیاد شویه. کرد شدید داغ میکنه، نمیدونم چرا. خب پس بهش شدش کرد. خازن پلی‌استر یا همون سرامیکی رو برمیداریم. مقاومت 1 مگا اوم یا 560 کیلومون رو به این شکل بهش میزنیم. یه کمی پایه‌ش رو کوتاه میکنیم، زیاد کوتاه نکنید چون که قراره بزنیم. خب بزنید بریم برای بخش دوم. الان بهتون میگم. بخش دوم به پل دیود خازنمون و مقاومت یه مقاومت دیگه یا 1 مگا اوم یا 560 کیلو و یه دونه مقاومت 470 اوم یا 470 کیلو که گفتم بهتره از 470 اوم استفاده کنم.
بذار ببینم. من مقاومت 560 دارم. 1 مگا خوبه ولی من 1 مگا یه دونه داشتم، الان دارم من 1 مگا 1 و 2 مگا اون برسه. خب بچه من حواسم شد ویدیو قطع شده بود، حواسم نبود، کار خاصی هم نکرده بودم که ویدیو باشه. من می‌خواستم مقاومت 1 مگا من برای این کار اول که اینو که دیدید اینو 1 مگا اوم زدم واسش، برای کاری که اینو تخلیه کنه. 1 مگا خوبه ولی بیشتر از 1 مگا فایده آنچنانی نداره و من الان 1 مگا اوم پیدا نکردم. دوباره خواستم 560 هم بزنم که پیدا نکردم، ویدیو قطع شد. همون 1 مگا. خوشبختانه یه دونه 470 اوم پیدا کردم با کد رنگ زرد و نفش قهوه‌ای. خب گفتم گیرمون رو میاریم، پل دیود رو وصل میکنیم به گیره. گفتم دیگه این دوتا وسطی ها AC، این مثبت، این منفی که اینجاش خط داره میشه مثبت. خب این پایه خازن رو این طرفش که خط داره میشه منفی، این طرفش که خط نداره میشه مثبت. مثبت خازن به مثبت پل دیود، منفی خازن به منفی پل دیود، به این شکل. خب میمونه این ور. خب بچه شد منفی پل دیود به منفی خازن، مثبت پل دیود به مثبت خازن. حالا پل دیود رو میزنیم بگیره و مقاومت 560 1 مگا اوم رو برمی‌داریم که من نداشتم، مجبور شدم 1 و 2 مگا اوم استفاده کنم. 1 و 2 مگا اوم. آره یه چیزی یه مگا، یک پایه مقاومت 1 مگا اوم میزنیم به مثبت پل دیود، یکیش میزنیم به منفی پل دیود که اینا برای دفع برق، چون که تو این دستگاه موقعی که برقش تبدیل میشه، پل دیود هم که کارش می‌کنه دیگه، تبدیل برق AC به DC 350 ولت، تقریبا 350 ولت DC ما داره میده. اگه مقاومت نذاریم برق میمونه توش، حواسمون باشه. حالا این مقاومتی من گذاشتم فایده آنچنانی نداره، چون که گفتم که باید 1 مگا دیگه داره استفاده کنیم. 560 باشه حسابش بهتره. 560 کیلو. خب بچه الان ما منفی مثبت خازن رو زدیم به منفی مثبت پل دیود. این مقاومت هم بین مثبت و منفی با هم اتصال دادیم که برق رو دفع کنه. خب ما برمی‌داریم این دوتا پایه AC پل دیود رو یکیشو خم میدیم به بالا، به هیچ اتصال نداشته باشه، یکیشو همونجوری میذاریم بمونه. این داداشمون خازن رو برمی‌داریم که پایش اضافیه، برمی‌داریم یه طرفشو که یه طرف خازن که هست و یه طرف خازن رو میزنیم به پایه یکی از AC های پل دیود، اون یکی AC که زخم کردیم به بالا جدا کنه کار داریم. خب اینم از این. پس چی شد تو الان؟ برداشتیم، از اول بهتون توضیح بدم، برداشتیم خازن پلیسترمون رو وسطش یه مقاومت 1 مگا گذاشتیم، بعد پل دیود و منفی مثبت خازن رو زدیم به منفی مثبت پل دیود، یه مقاومت 1 مگا دیگه بین منفی مثبت پل دیود زدیم، یه پایه AC پل دیود میره به خازن، یه طرف خازن یکیش خالی مونه. حالا میریم برای مقاومت 470 مگا اوم، 470 اوممون 470 کیلو من اول آوردم که اول 470 مگا نکردم، یعنی پیدا نکردم. یه پایه 470 مگا اوممون رو اینو بیارم اینجا، یه پایه‌شو میزنیم به منفی پل دیود یا منفی خازن. بذارید من اینو قشنگ بودش کنم. میزنیم به منفی پل دیود یا منفی خازن، فرق نمی‌کنه دوتاش به یه جا وصله. وای نیست باشه. خب الان بریم این تا اینجای ویدیو بودش که قبل از همه چیز اگه از این ویدیو خوشتون اومد تا اینجا حتما لایک رو بکوبید، سابسکرایب هم بزنید بریم برای بخش دوم. لیتس برای بخش سوم بریم برای زدن ورودی خروجی این داداشمون تستر LED ساده. اول ورودیمون رو میزنیم، اینو میاریم لختش میکنیم اول از همه. بالاخره لخت شد. خب
الان این سیم ورودی خروجی ما، یه سیم سفید داریم، یه سیم قرمز سفید. برای ورودی ما یکی از پایه های سیمو که یه ذره تاش کنم، نه این نمیخواد کوتاه باشه، این بریم اوکی. روغن رو بیاریم، یکی دو تا سیم رو میزنیم توی روغن. بعد یکی از سیمای ورودی رو به پایه خازه وصل میکنید. من اینو چیزش کنم، اینو شبت کنم قشنگ چیز کنم. بچه های هشدار بدم این خیلی خطرناک ها. برق 220 کلا با برق بالا چیزه سردر. اول که با برق خطرناک شهری وارد میشه، بعدش خروجیش هم زیاد چیز نیست. فکر نکنید حالا دیسیش رو دیگه خطر نداره، باید دیسیش خطرناکتر از ایسیشه. خب یکی از سیمای ورودی رو به پایه پل دیود وصل میکنیم. به این پایه‌ای که دادیم به بالا، یادتونه به این پایه بر. خب بچه ها تا اینجا ما دو تا سیم ورودی رو زدیم. حالا بریم برای سیم خروجی. سیم قرمزمون که اینم سیاه، قرمز رو لختش میکنیم. این فندک مشکل داره. خب این یه طرفش، این هم سیمه داغ بود بچه ها، سوخیدم. خب سیم قرمزمون که میخوره به مثبت دیگه، میدونی قرمز میشه مثبت، سیاه هم میشه منفی. سیم قرمز رو میزنیم به مثبت پل دیود یا مثبت خازن. سیم قرمزمون که لختش کردیم رو میزنیم به مقاومت 470 اوممون. نمیزنیم به منفی پل دیود، میزنیم بعد از مقاومت 470 اوم یا بعد از مثبت منفی پل دیود. خب اینم بود از این که تا اینجا اومدیم. بذارید بریم برای تست این تستر LED مون. خب بچه ها ما اومدیم برای تستش. یه چند تا LED رو بردم که تستش کنیم. این سیم بردم برای ورودی که فرقی نمیکنه نولوفاز کدوم بزنیم. نور رنگش قرمز و کار خطرناکه من دارم انجام میدم و ممکنه اتصال بکنه و خودمونم به فنا بدیم. بهتره که چسب بزنید. خب این تا اینجا مراقب باشید. خب این شدش با یکی از پایه خازن و یکی از پایه پل دیود AC ورودی ACش شدش ورودی ما. خروجی ما هم شد مثبت پل دیود و منفی پل دیود که بعد مقاومت خورده بهش که اینجا.
و دیتا شیت اینم آخر ویدیو واسهتون میارم، میتونید اسکرین شات بگیرید دیگه، خودتون میدونید. یه دونم چیز نداریم احمد که چی میگم احمد مولتی متر که البته این مولتی متر یکم خرابه یکم که نخیلی. خب و 2 تا پراپ ها رو برمیداریم، اینا رو سیم قرمز یا همون مثبتمون رو میذاریم به میذاریمش اینجا و میذاریم به مثبت. بذاریم من اینو یکم بیشتر لختش کنم. بهترین روش لخت کردن از دهن استفاده کنید. این وضعی بذار برای لحظه سیبه رو بکنم بذارمش کنار. خب قرمز داداشمون رو میزنیم به مثبت، یعنی هم مثبت این تسترمون رو میزنیم به مثبت چیز، منفیش هم میزنیم به منفی مولتی متر. مراقب باشید بزن گفتم اینا ورودیش اولا بس میکنه واسه تو بعد بری برای تست. خب اینم ورودیشه که میزنیم. من اینو میخوام بزنم به لامپ تست، مراقب باشید دیگه. شما همینطوری نزنید به برق خونه. اگه لامپ تست دارید یه ویدیو جداگانه برای ساخت لامپ تست هم میذارم، بزنید به لامپ تست. فعلا نمیزنمش. ببینید این نوک های پراپ من سوسماریش کردم و نمیتونم راحت باش تست بگیرم. یه 2 تا چیز میارم، 2 تا چیز نازک، میخه نازک میارم. این 2 تا میخه، یکیشو میزنم به مثبت، یکیشو میزنم به منفی. برای اینکه این خطرناکه روکششو میکشم که به چخل نرویم. خب اینم از این. مولتی متر رو میذاریم روی حالت این دی سی 1000. ببینید مولتی متر من خرابه، باید فشارش بدم تا کار کنه. روتین همین اینه، میزنیمش تو برق. بسم الله الرحمن الرحیم. که الان ببینید چقدر داریم، 300 و تقریبا 20 ولت اینا توی این مولتی متر هست. ببینید خب مراقب باشید اینجا برق خطرناکه دستتون نخوره. اینجا هم حتی خطرناکه که برق ایسی شده. این چیپ اونو میاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بچه نمیدونم میتونم این موقع این از این اینجا ولتاژش رو میزنه. ببینید واسه من توی که خرابه ولتاژش رو خرابه، ولی با شما نمیتونید ولتاژش برید، باید نگهش دارم بخاطر نمیتونم. یه دونم از این لیدی ها میاریم، این لیدی ها رو هم میزنیم. اینا رو 12 ولت تقریبا. ببینید هر لیدی رو روشن میکنه ولتاژش رو میزنه. مولتی متر من خرابه بخاطر نمیتونم. این از این LED معمولی ها که همه جایی هست، منفی مثبتش رو ببینید. الان مثلا من میخوام یه LED سبزه رو ببینید. الان نمیدونم توی چیز معلومه ولتاژ نشون میده یا نه. خب دیدم از این بود. امیدوارم از این ویدیویی که ساختم در مورد LED خوشتون اومده باشه. ببینید الان من 472 استفاده کردم ولی واتش یکم پایین شد. وات بالا بزنید که وات پایین میزنیم با ماوس من کاری کنم نمیدونم دودشو بره زیاد نگرم میده روی LED دود میکنه. وات بالا بزنید. امیدوارم مراقب باشید دوباره حتما. من الان اینا برق بکنم، من داره رقم 350 ولت تو جهت برق میکنم. گفتم به خاطر اون مقاومت هست که دیر خالی میشه یا نه. آره حتما مراقب باشید. اینو یه اتصال بدید بهش جات خالی شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما چنل من لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بزنید، شیرش کنید، کامنت بزنید چه ویدیو دیگه بزنم.
تا ویدیوی بعدی و آموزش های و ایده های بعدی. خداحافظ.